بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان خوب آریانا و علاقمندان ورزش جذاب، مهیج و دیدنی فوتسال، سلام، صبح همگی بخیر، انشالله خوب و سلامت باشین. ساعت 9:30 بامداد هست و در خدمت شما هستیم از استودیو کابل و دعوت میکنم همراهی بکنین از طریق آریانا و قرار است امروز استارت یک از جذابترین رویدادهای ورزشی جهان را بزنیم. جام ملت‌های فوتسال آسیا قرار است که به میزبانی اندونزیا در 2 استادیوم یا ژیمنازیوم برگزار شود که در این رویداد در بین 16 تیم که در جام ملت‌ها حضور داره، یک تیم مستعد و کاملا آماده برای مسابقات افغانستان عزیز هست که حضور پیدا خواهد کرد. جام ملت‌ها هم همچون رویدادهای بزرگ AFC که از طریق آریانا به صورت انحصاری و مستقیم پخش و نشر خواهد شد در جغرافیای افغانستان دعوت می‌کنم همراهی بکنید. قبل از رویداد خیلی از پیام‌هایی را دریافت کردیم در پیوند به اینکه از چه طریق‌های ممکن مردم میتونه ببینن. شما از طریق ماهواره، از طریق همچنان آنتن‌های عادی می‌بینین. اگر تصویرتان در جریان بازی قطع شد، کسانی که قبلا اپدیت داشتن و قبلا توانسته بودن که از بیسکی استفاده بکنن که راحت است، تصویر ما قطع نمیشه، براشون راحت میتونن ببینن. اما اگر تصویر قطع شد، میتونین که با شماره 0700 150 151 دوباره تکرار میکنم 0700 150 151 به صورت مستقیم واتساپ پیام بتین. زنگ نزنین چون زنگتان جواب داده نخواهد شد. فقط واتساپتان مسیج که بیاید اتومات یک پیام ریپلای دریافت خواهد کردین، یک پیام اتوماتیک که به شما بیسکی را روان میکنه، طریقه نصب کردن بیسکی یا فعال سازی بیسکی را مردان ارسال میکنن. از این طریق شما با کیفیت بهتر میتونید که مسابقات را تماشا بکنید. رویداد امسال که به میزبانی اندونزیا برگزار خواهد شد، چیزی حدوداً سال 2022 بود که پیشنهاد شد. پاکستان هم میزبان پیشنهاد کرده بود و اندونزیا هم که در نهایت اندونزیا انتخاب شد و فعلا ژیمنازیوم اندونزیا آرنا و همچنین جاکارتا اینترنشنال ولودروم میزبان این بازی هست. هر دو ژیمنازیومی که برای میزبانی از بازی ها انتخاب شدن ژیمنازیوم های چند منظوره است، به خصوص جاکارتا اینترنشنال ولودروم که 4 طرف میدان هم برای بایسکل سواری داخل سالن آماده شده و داخل سالن هم میتونن که حتی برای اسکیت روی یخ و این موارد یخی بیشتر استفاده بکنن، ولی برای والیبال، فوتسال و همچنین بایسکل سواری این استادیوم ها آماده شده. اندونزیا آرنا 16500 نفر در خود جای میته یا ژیمنازیوم فعلیه که افغانستان فردا بازی خواهد کرد. ژیمنازیوم است که 8500 نفر در خود جای میته، در 2 منطقه متفاوت اما نزدیک به هم این بازی ها را میزبانی خواهند کرد. امروز ما قرار است 4 بازی را پیشکش حضورتان بکنیم. بازی دوم رقابت ها که از نظر نشراتی درست از اول میشه اما ترتیب بندی شماره بندی بازی ها بازی دوم حساب میشه. بازی لبنان و تایلند که پیشکش حضور شما خواهد کردیم ساعت 10:30 آغاز میشه. بازی دوم عراق و قرقیزستان بازی دوم نشراتی هم و بازی سوم رقابت ها محسوب میشه. بازی چهارم رقابت ها ویتنام و کویت هست که پخش خواهد شد. بازی افتتاحیه که بازی شماره 1 محسوب میشه از ساعت 4:30 آغاز خواهد شد. قبل از اگر فرصت داشتیم که بازی تمام شده بود، بازی ویتنام و کویت، میتونیم که هم مراسم افتتاحیه و جزئیاتی که داریم را پیشکش حضور شما بکنیم. دعوت میکنم همراهی بکنین و انشالله که این رویداد با حمایت های شما بتونه رویداد بزرگ برای فوتسال افغانستان باشه. دعوت میکنم همراهی بکنین و صحبت های مهمان بسیار عزیز، دوست داشتنی و دوست نزدیک نه تنها ما و همکارای ما را دنبال بکنین. آقای مرتضی دانش، کارشناس و آگاه فوتبال و فوتسال در استودیو با ماست که همراهیتون میخوایم. آقای دانش سلام، صبح بخیر. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همچنین سلام خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون آریانا. امیدوارم که صبح خوب و خوش و با تراوت را آغاز کرده باشه. قربان تشکر. سلام. فکر میکنم بعد از جام جهانی 2024 بله. مهمان ما نبودیم. بله دیگه تقریبا 1 سال شد دیگه. خوب شد که از در بلک لیست نرفته باشه، مشکل نیست. در شماره ما تماس قطع نشه و این موارد برمیگرده به لیست شما دیگه. نه انشالله که در لیست در صدر فهرست هستیم. بله ما در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدین. همیشه رویدادهای بزرگ که برگزار میشه، خب ما اگر ترتیب بندی بکنیم رویدادهای جهانی میشه، بین المللی، قاره‌ای میشه و بعد از اون خود بین قاره‌ای که جام ملت‌های فوتسال آسیا است. قاره کهن که درست است از نظر فوتبالی شاید جایگاه سوم چهارم را داشته باشه، اما از نظر فوتسالی فعلا
تیم های قدرتمند و قدر را در جهان معرفی کردن. حالا هم ایران حساب بکنیم، افغانستان که جزو 10 تیم برتر جهان حال حساب میشه، درست از نظر رنکینگ پایین است، تایلند حساب بکنیم، ژاپن حساب بکنیم، همه. اما جام ملت‌ها براتان چگونه به نظر میرسه؟ بله خدمت شما عرض شد که این دوره از جام ملت‌های آسیا که بر صورت برای ما واقعا قابل اهمیت است. حالا جدای از این که خب ما دوره قبل نتیجه خیلی خوب گرفتیم و تونستیم که پنجم آسیا شویم و بعد از اون بریم جام جهانی، اما این 18مین دوره جام ملت‌های آسیا میشه گفت که میتونه سکوی پرش باشه برای مطرح شدن بیشتر ما در دنیا. هرچند ما یک جایگاه خوب نسبی فعلا پیدا کردیم، ولی خب بازم قابلیت‌های فوتسال ما بسیار بالاست و ما به این امید به این مسابقات آمدیم با اردوهای تمرینی که گرفته شده، مسابقات دوستانه‌ای که برگزار شده و تلاش‌هایی که فوتسالیستای ما و کادر فنی تیم ملی فوتسال ما انجام دادن واقعا نشانگری است که به هر صورت آمدن که این دفعه نتیجه بگیرن و نمیخواین از 4 تیم پایین تر باشن. لذا با این اوضاع و با این اوصاف پیش بینی میشه که این جام کلا یک سکوی پرتاب و پرش برای فوتسال افغانستان هم در رنکینگ جهانی باشه و هم در رنکینگ خود آسیا که ما دیگه یعنی بعد از ایران میتونیم بگیم تیم دوم آسیا باید باشیم. این نظر به این توانایی و این پتانسیل بالایی که فوتسال ما نشان داده از خودش، هم در جام جهانی 2024 ازبکستان و هم این تورنمنت ها و تمرین هایی که در این مدت یک سال اینا پشت سر گذاشتن تا اینکه به این مسابقات آماده شوند. فقط نکته قابل عطف فوتسال ما ای است که حالا ما این همیشه گوشه ذهن ما بوده که ما سالیان پیش، یعنی شاید نزدیک به 15 سال پیش که در فوتبال و فوتسال رفت و آمد داشتیم، همیشه تاکید میکردیم که برای تجربه و برای ای که ما فقط بریم باش تجربه کسب کنیم جام نباید برای ما باشه، بلکه یک جام محل نتیجه گیری است، محل رشد است. ما در 15 سال گذشته کلا به فکر ای بودیم که دنبال ای باشیم که بریم تجربه کسب کنیم، اما دیگه دوران تجربه تمام شده و ما همه افغانستان ما، مردم ما و بالاخص اونایی که اهل فوتسال هستن و اهل فوتبال هستن دیگه به فوتسال به چشم یک تیم تجربه کار، یا بهتر بگم تیمی که میره تجربه اندوزی میکنه نمیبینن، بلکه دیگه به شکل یک قهرمانی تیم رو میبینن و توقعات بالا رفته. چون توقعات بالا رفته لذا تلاش بیشتر میخواد، هم توجه مسئولین خود فوتبال و فوتسال افغانستان که بسیار زیاد قابل اهمیت است، چیزی که ما 15 سال پیش داد میزدیم در ورزش و فوتبال افغانستان که فوتسال فوتسال فوتسال، اما هیچ کس بهش توجه نمیکرد. چرا؟ چون لابیگری ها و همون مافیایی گری هایی که در فوتبال افغانستان بود اجازه نمیداد که به قول ما یک کم از او شیرینی و عسل فوتبال در فوتسال بچکه. کما اینکه اگر 15 سال پیش همه چیز تغییر کرده. بله، اگه 15 سال پیش همین وضعیتی که در فوتسال ما امروز است، اگر 15 سال پیش همین سرمایه گذاری ها میشد و ما یک کسی را مثل صداقت پشت تیم ملی فوتسال ما می داشتیم، من یقین دارم که ما از 10 سال پیش الان تا حال 2-3 تا مقام آسیایی فقط می داشتیم. اما خب حال بازم میگیم که میگه آب را ماهی را هر خزه و بگیری تازه است و امیدوار هستم که این تازگی امسال و در این جام انشالله نشان بده و به چشم بخوره که ما دیگه مثل دفعه پیش به زور جام جهانی نریم، خیلی با آسایش و راحتی بریم. کاملا. اولین جرقه‌های فوتسال با توجه به این موضوعات سال 2017 خورد، اشتباه نکنم. 2013 کم کم شروع کردن، ولی 2017 بود که موضوع جدی شد بعد از داخل سالن آسیا که در ترکمنستان برگزار شد. بله ما آمد چه شگفتی ساخت. بله، قهرمان آسیا شد. همه بازیکنان و آقای ممرک و همه بخیر بعضی دوستانی که اونجا نام خودم به جای آقای ممرک داده بودن، تصویرشان هر لحظه زوم می‌شدن بخیر. خیلی گفتن در اون مورد، نه؟ بله. اما یک چیزی هست، فصل اول رقابت‌ها برگزار شد، حضور ما منظورم است در سال 2024 وقتی ما رفتیم که مرحله راهیابی به جام جهانی هم بود. خب مرحله بود که چیزی برای از دست دادن نداشتیم. اولین حضور بود، میتونست کسب تجربه باشه.
اما این بار سکوی پرش شما نه تنها موضوعاتی که شما اشاره کردین، موضوع تجربه هم هست که از مرحله تجربه گیری گذشتیم، حالا بر مرحله نتیجه گیری هستیم. هیچ تیم افغانستان دیگه حالا دست کم نمیگیره. در هر رقابتی که افغانستان حضور پیدا میکنه قطعا به عنوان یک مدعی به چشمش میبینن. آقای وحید شمسایی در رقابت‌های اسلامی اعلام کرد که ما سیلی محکم خوردیم از افغانستان، پس ما باید جبران کنیم. خب رفتن دیگه، بعد از نباختن. بله. هر بازی پیش آمد را خوب بردن تا قهرمانی رسیدن. حالا با این وضعیت حریفا در گروه دی افغانستان چگونه؟ اجازه بدین یک بار گروه رو ببینیم، گروه ها رو. بسیار درست؟ یک بار گروه ها رو بررسی کنیم که گروه هایی که در رقابت‌های جام ملت‌های امسال هست چگونه هست. در گروه ای رقابت‌های اندونزیا به عنوان میزبان که صعود کرده مستقیم، عراق، قرقیزستان و کره جنوبی در گروه ای رقابت‌ها بازی می‌کنند که بازی‌های امروز هم از این گروه خواهد بود، هم از گروه بی. گروه بی که شامل تایلند، رده 13 جهان، ویتنام، کویت و لبنان خواهد بود. برابر هر سه تیم ما بازی کردیم. تصویر نگه دارین. برابر هر سه تیم بازی کردیم. بله در گروه بی. در گروه بی ما برابر هر سه تیم بازی کردیم. برابر ویتنام قبل از جام ملت‌ها، برابر کویت هم پیشتر بازی کردیم. بله. گرچه آقای مرتضایی گفت که برابر کویت اگر نتیجه نگرفتیم باز مهم نیست. مهم است که ما توانمندی‌های خود ثابت کنیم. کویت آمد بعد از چی نتایج خوبی گرفتن. بله. ویتنام را برابرش خوب نتیجه گرفتیم. سکوی پرش تجربی بود همه این موارد. اما برابر تایلند، بنابر موضوعاتی که وجود داشت که نمیخوایم روی رو بحث بکنیم، برابر تایلند ما بازی کردیم، یک بازی رو باختیم، یک بازی رو بردیم، بدون حضور هوادار و بدون حضور رسانه بازی رو بردیم و رفتیم به این مرحله از بازی‌های تایلند هم چون تغییرات آورده در مربیگری خود. بریم بازی‌های بعدی، گروه‌های بعدی رو ببینیم. گروه بی تایلند، ویتنام، کویت و لبنان هست. در گروه سوم رقابت‌ها ژاپن، ازبکستان میزبان جام جهانی 2024، تاجیکستان و استرالیا است. دو تیم از کافا در گروه سی قرار گرفتن. یا از مرکز آسیا که ازبکستان و تاجیکستان است. خیلی هم تاجیکستان فعلا قدرتمندانه پیش آمده، در آیزیک شکستش دادیم. گروه دی گروه سخت‌تر است بنابر همه موضوعات و ملحوظاتی که وجود داره. عربستانی که فعلا تجربه گرفت، مالزی که یک از مدعیان حساب میشه، ایران، افغانستان، عربستان سعودی و مالزیا در گروه چهارم رقابتی یا گروه دی قرار دارن که ما بازی اول ما برابر عربستان، بازی دوم ما برابر مالزیا یا مالزیا و بازی سوم ما برابر ایران خواهد بود. و این هم 4 گروهی که با حضور 14 تیم برگزار شد. حالا گروه ها مگر چه اشاره کوتاه داشتم، گروه ها را که بررسی بکنین، رده بندی اگر کنین، کدام گروه به نظرتان گروه جذابی است؟ خدمت شما است که فکر کنم که گروه ما گروه جذابتر است. اول از همه که هر سه تیمی که پایین ایران هستن، هم ما و هم مالزیا و عربستان، تیمایی هستیم که ما هیچ وقت جز 4 تیم نشدیم. یعنی جز 4 تیم نرفتیم بالا. و من یقین دارم هر دو تیمی که از این گروه، حالا ایران که من میگم 100% ایران صعود کننده است، خواه ناخواه میره بالا. مثلا رویداد زیر 20 سال رو نشود که ایران اول حذف شد؟ نه، این فوتسال است. فوتسال ما وضعیت فعلی ایران هم تاثیرگذار نخواهد روی بازیکنان؟ هر چی باشه، بر صورت ایران تیمی که 13 بار قهرمان آسیا شده، در 18 دوره مسابقات قهرمانی آسیا بوده، تیم سوم چهارم دنیا، هیچ وقت قدر راحت نمیتونه خودش را یک بازنده ببینه. لذا اگر بگیم مثلا مثل مسابقات قهرمانی کشورهای اسلامی اگر یک سیلی از افغانستان بخوره، باز دوباره خودش جمع میکنه، با این تفاوت که این دفعه بازی آخر ما با ایران مهمه برخورد کردیم و یعنی خیلی راحت میتونیم بگیم که دو بازی اول را افغانستان اگر ببره، حتی با باخت هم میتونه صعود کنه، ولی خب ما دیگه به چشم بازنده تیم ما رو نمیبینیم و ایران هم دیگه پیش از پیش خودش رو برنده در برابر افغانستان نمیبینه. جزو 4 تیم حساب بکنه. بله دقیقاً جزو 4 تیم. ولی خب بحث گروه خیلی مهم است. چرا اینجا اگه ما تیم اول از گروه بریم بالا، خیلی میتونه تاثیر خوب هم روی روحیه تیم ما بگذاره و هم روی دور بعدی ما، که ما دور بعدی با تیم دوم گروه مقابل قرار میگیریم، نه با تیم اول، و این میتونه که شرایط روحی و جسمانی بچهای ما را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار بده. تمام توجهات به همون بازی آخر است، یعنی همگی انتظار دارن که هم مالزیا رو راحت ببریم و هم عربستان سعودی رو. پس یعنی کل فکر ما روی بازی ایران و افغانستان میشه. بله، حرف خوبی را اشاره کردین. در گروه هایی که ما قرار داریم، در گروپ استیج ما در گروپ دی قرار داریم، افغانستان، سعودی، مالزیا و ایران، و در گروه سی رقابت ها هم
ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان، استرالیا بسیار گروه مواجه شدیم که روبروی ما بسیار سخت است. اگر ما به عنوان تیم احتمال مد نظر بگیریم مثلا ژاپن تیم اول بر ازبکستان تیم دوم، بعد از حرفای وقفه میگیریم و تاجیکستان هم داشته باشیم، استرالیا رو هم فراموش نکنیم. به هیچ عنوانی هر تیمی که در این مرحله از رقابت هاست جزو بهترین تیم های است از بین 47 تیمی که در آسیا حضور دارن. فراموش نکنیم مورد. ما اگر تیم دوم صعود بکنیم برابر تیم اول گروه سی بازی میکنیم از بین ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان یا استرالیا، و اگر تیم اول هم صعود بکنیم برابر تیم دوم همین گروه بازی خواهیم کرد. این ژیمنازیوم 16500 نفر در خود جای می‌دهیم. این ژیمنازیوم چند منظوره هست. آقای دانش، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، اتفاق ایران قطعا تاثیرگذار بود روی تیم ملی فوتسال ما، چون ما اردوی تمرینی ما در مشهد بود، بعد از راه زمینی آمدن بازیکنان ما به هرات رسیدن، آمدن کابل و پس از او رفتن مسیر دبی ویتنام. یک کم مسیر طولانی شد و قطعا روی روان بازیکنان و روی موارد تاثیر میگذاره، برنامه‌ها رو برهم میزنه. فکر میکنین که تیم از این منظر چقدر آماده شده برای بازی در جام ملت‌های آسیا؟ البته قاعدتاً شاید این شرایطی که بر تیم ملی فوتسال ما است، برای تیم چون برزیل باشه مثلا یا آرژانتین باشه یا تیمای بزرگ مثل پرتغال باشه اصلا غیر قابل تحمل است. ولی ما دیگه عادت کردیم به این مشکلات، عادت کردیم. آقای مرتضی در یک برنامه گفتم بزرگترین مشکل، گفت هر چی تلاش میکنم مشکل ویزا حل نمیشه، گاهی ویزای فلانی. بله واقعا یک حقیقت است که این مشکلات سالیان سال است که گریبانگیر ورزشکارای ما است و بوده و دیگه عادت کردن. یعنی اصلا قابل تشویش و استرس دیگه بر ورزشکارای ما نیست. مسئله ویزا و مسئله رفت آمد سخت و فاصله های طولانی که متاسفانه گاهی وقتا به خاطر هزینه های هنگفت مجبور هستن که هزینه ها پایین بیه، پروازها رو طور تنظیم میکنن که پروازهای ارزانتر برابر شود، چون امکانات پروازهای مستقیم از افغانستان مثلا به سمت کشور مثل اندونزیا یا مالزیا که همسایش هست ما نداریم، مجبور هستیم بریم کشور دوم، از اونجا ما بریم به سمت شرق آسیا و جنوب شرق آسیا. این مشکل بر صورت هنوز هم هست و ما ورزشکارای ما کلا عادت کرده، ولی خب بسیار زیاد تاثیر میگذاره روی قوای جسمی بازیکنان و خستگی که ناشی از سفرهای طولانی و سفرهای خسته کننده واقعا به وجود میاد بر اونا و باز برمیگرده به کادر فنی تیم ملی فوتسال و مدیر بدنسازی تیم ملی فوتسال که چقدر میتونن اونمو توانایی‌های فیزیکی بازیکنان را با برنامه‌های خوب استراحتی، برنامه‌های خوب غذایی اونا را دوباره برگردانن تا اینکه بازیکنان ما با یک جسم آرام و روان آرام وارد مسابقه شوند. پس قطعا تاثیرگذار خواهد بود. یک عکس هم همکارا آماده کردن ببینیم. ژیمنازیومی که ببینید ژیمنازیوم سرپوشیده و چند منظوره در جاکارتا است، اندونزیا آرینا، که این ژیمنازیوم برای مسابقات مختلف استفاده میشه که رقابت‌های مختلف در این مجموعه ورزشی در پایتخت کشور اندونزیا برگزار میشه. از جمله ای که سالن کاملا سرپوشیده است، رویدادهای ورزشی فرهنگی در او برگزار میشه. رویداد قبلا در همین ژیمنازیوم پیش از جام ملت‌هایی که آماده شد میدان آماده میشد، میدان برای بازی‌های والیبال آماده شد که یک از اصلی ترین میزبان های بسکتبال جام جهانی هم حساب میشه. فیبا بسکتبال ورلد کاپ 2023 در همین ژیمنازیوم چند بازی گروهی برگزار شده بود و سالن حتی بر کنسرت ها، رویدادهای ورزشی، فرهنگی، همایش‌ها و برنامه‌های عمومی هم در جاکارتا قابل استفاده است. یک مورد جذاب اتفاق افتاد قبل از جام ملت‌ها. ما سفری که در کویت داشت تیم ملی فوتسال افغانستان، در اون سفر آقای صداقتی یک همکاری کردن که توپ‌های رسمی مسابقاتی که ما در گفتگوی رسمی با آقای مجید مرتضی در استودیو مانده بودیم، توپ رسمی مسابقات خریداری کرده بود. بنابر اتفاقاتی که افتاد رو نمیگم، ولی توپ رسمی و اصلی مسابقات را با قیمت 50 تا 60 دلار خریداری کرده بود که عملا تیم به او تمرین میکرد. آقای مرتضی گفتن هم چسبندگی توپ، نحوی شوتن، حتی روی شوت تاثیرگذار است، روی پاسدهی، همه موارد تاثیرگذار است. فکر میکنید میتونه یک مزیت خوب باشه برای تیم ما؟ مطمئناً. خب مهمترین وسیله‌ای که در میدان فوتسال با بازیکن بسیار زیاد میتونه
دوستم باشه دشمنم باشه توپ است. یعنی خود توپ تاثیر بسیار کمکی بالایی به داره ایران هم بعد برده از بودیم. خود زمین، بعد از کمکی به خود ایران هم زمین. برده بودیم. بله بله. واقعیت امری است که خب ما خودمان وقتی که در مسابقات، در تمرینات، در کمپای تمرینی که زمان که ما بر صورت زیر سایه فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال تمرین میکردیم، توپایی که قاعدتاً برای ما می آوردن توپای درجه 2 درجه 3 بود. بعد وقتی که تیم میرفت به مسابقات قهرمانی آسیا، خب اون توپی که در مسابقات زمین و آسمان فرق میکنه. ضرب توپ، کنترل توپ، شوت، همه چیزش. و این خیلی میتونه یک مهره خیلی خوب باشه، موثر باشه برای که بازیکنان ما حداقل اگه با زمین آشنا نیستن با توپ آشنا باشن. ولی خب بازم برمیگرده به همون هوش و استعداد و توانایی بازیکنان ما که چقدر میتونن از این توپ استفاده کنن. ولی یک مشکل هم داریم که مهدی نوروزی مصدوم شده، ان شاءالله به امید سلامتیش. تازه یک ویدیویی از اون نشر شده بود، من با بیننده شریک کردم در صفحات اجتماعی که پیام داده بود، یک استوری بسیار جانانه بر تیم گذاشته بود حمایتی. بله. خیلی هم مهدی خیلی دوست دارن، هم خیلی ارزش قائل هستن براش. بله، بازیکن با اخلاق، بازیکن با کاراکتر، بازیکن فعال، پرتلاش و بسیار تاثیرگذار در امور دفاعی ما که واقعا جایش خالی است در جام ملت‌ها و امیدوار هستم که هر چه زودتر خوب بشه. رفیق ما است، دوست ما است، همبازی دوران فوتسال ما بوده. به هر صورت خیلی خوب می بود که در تیم ملی در این مسابقات می بود. جایش خالی است. ما فقط کوتاه همکارا میگن ویدیو داریم، اما ما میگم بجای ویدیو اجازه بدین من فرصت آخر صحبت بکنم با آقای دانش در پیوند به بازی امروزی که برگزار میشه. بازی تایلند و لبنان که در گروه بی برگزار میشه و عراق و قرقیزستان. چگونه بازی خواهد بود؟ در دو گروه متفاوت است، اما گروه بی شامل تایلند و لبنان است و ویتنام و کویت. خب دیده که ما نسبت به سایر گروه ها داریم، اگه بخوایم مثلا به همین گروه اندونزیا که میزبان است ببینیم، خود اندونزیا بله گروه ای دیگه اندونزیا خب دفعه اولش نیست که میزبانی مسابقات میگیره. تیم یک بار در کشور در سال 2002 یک بار میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا را داشته و این تجربه اولش نیست. مطمئنا خیلی خوب کار کرده روی تیمش و با آمادگی کامل آمده. از طرف دیگه هم در گروهی قرار گرفته که عراق که از تیم‌های خوب آسیا است، دفعه پیش به ما باخته، یعنی نمیتونست که جزو تیم‌هایی باشه که بره جام جهانی حتی. و قرقیزستان هم تیمی که یک بار چهارمی آسیا را به دست آورده و روی فوتسال خودش نسبت به فوتبال همیشه تلاش بیشتر داشته. فقط با این تفاوت که داری میشه گفت که 6 سال اخیر روی فوتبال خودش قرقیزستان سرمایه گذاری هنگفت را کرده و فوتسال تقریبا میشه گفت که برده در حاشیه و به همین خاطر در فوتسال خیلی افت کرده و الا قرقیزستان یکی از 8 تیم برتر آسیا بود. ولی در فوتبال واقعا خوب شده. بله در فوتبال بسیار سال دیدیم این مورد. بله در فوتبال بسیار تونسته خودش را به درجات خوب آسیا برسانه و حتی حرف در مسابقات قهرمانی آسیا هم داشته باشه. و کره جنوبی که در فوتبال یک چیز است، در فوتسال چیز دیگر است و نمیتونه رقیب خیلی خوب و قدر باشه برای تیم‌های گروه، اما میتونه که مثلا با چالش روبرو کنه هم اندونزیا را، هم عراق را، هم قرقیزستان. این کار گروه ای واقعا خیلی پیچیده است و از الان ما هیچ نمیتونیم پیش بینی کنیم که اندونزیا تیم اول است، عراق تیم اول است، قرقیزستان تیم اوله. اما برای کره جنوبی عملا نمیتونیم جایگاهی در این مسابقات اما نمیتونیم چشم بپوشیم ازش. بله چشم پوشی که نمیتونیم کنیم، ولی خب عملا دو تیم اول گروه ای پیش بینی بنده از بین سه تیم اندونزیا، عراق و قرقیزستان است که از این سه تیم میتونه تیم‌های گروه بی تایلند، ویتنام، کویت، لبنان. بله. در گروه بی خب تایلند که تیمی است که در 18 دوره مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشته و تیمی است که 3 بار نایب قهرمان آسیا شده و از طرف دیگه ای تیم 5 بار سومی آسیا و 1 بار هم چهارمی را که این نشان میده که تیمی که 9 بار در بین 4 تیم برتر آسیا بوده
و 3 بار هم مسابقات آسیایی را، مسابقات قهرمانی آسیا را میزبانی کرده. دوره قبل هم نایب قهرمان است و یکی از مدعیان است و ما یکی از حریفایی است که واقعا همیشه با این تیم به چالش میخوریم و این تیم هم حالا دیگه با ما به چالش میخورن. در گروهی است که خب ویتنام و کویت تنها رقیبایش میتونه باشه. لبنان هم تیم بدی نیسته، ولی تایلند رو میتونیم تیم اولی گروه بدونیم. از همین حالا میتونیم تیم اول گروه بدونیم، ولی که بازی هنوز شروع نشده، چون نه ویتنام نه کویت و نه لبنان تیم‌های نیستن که بتونن برای تایلند چالش داشته باشن و تایلند میتونه تیم اول بره. ولی خب بین 3 تیم ویتنام، کویت، لبنان دیگه یکی از گزینه‌ها میتونه به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کنه. فعلا در استودیو یک از مهمانان عزیز دوست داشتنی رو داریم که کسی نیست که با او خاطره نداشته باشه و کسی نیست که دوستش نداشته باشه. محسن رضایی یک از مربیان خوشنام و خوشفکر فوتسال افغانستان. سلام. سلام. بنام خدا خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم دوباره در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید. یک غیر حاضر قبل از شما را داشتیم که آقای دانش از سال 2024 تا کنون نبود. بله. شما را داشتیم راستی. شما را داشتیم در یک از برنامه‌ها داشتیم. جام ملت‌ها از راه رسید. آقای رضایی، نام فوتسال گره خورده در زندگی خودت نه؟ بله. شدیداً. ما دیگه خب دیگه ازم خوردی که در فوتسالا بودیم. اول خب فوتبال و زمین خاکی چیزا بود یا کم کم آمدیم تخصصی سمت فوتسال. دیگه من فکر می‌کنم اینا یک 20 چند سال هست که فوتسال بازی می‌کنیم. 20 چند سال. بله. ابتدا بازیکن، حالا مربی. بله. تا کدام سند گرفتین فعلا؟ فعلا سطح 2 آسیا لول 2. لول 2. چه خاطرات شیرینی داری از فوتسال؟ وقتی نام جام ملت‌ها میرسه، زمان بود آرزو بدل شده بود که ما برسیم به جام ملت‌ها. حالا این بار دوم است که میریم به جام ملت‌ها. یک بار رفتیم جام جهانی، ان شاءالله که سال 2028 هم جزو تیم‌های جام جهانی هم باشیم. بله. دورانی که خود ما در تیم ملی بودیم متاسفانه کمپ‌های تمرینی، بازی‌های دوستانه به این شکل نه اصلا نبود. فقط بازی دوستانه در صد همه خود کابل با تیم‌های کابل بود. به خاطر همین هیچ وقت بازیکنان نمیتونستن در شرایط ملی در حساسیت ملی تجربه کنن یا اشتباهاتی که در این نقاط ضعف قوت خود بشناسن. به همین خاطر در خود مسابقات وارد می‌شدیم با اشتباهات ما حذف می‌شدیم که 2 دوره 3 دوره فقط از ما با مقابل تاجیکستان گل به خودی داشتیم از روی همون حساسیت یا هیجانی که به بازیکن‌ها تزریق می‌شد. در کل او دوره اولی که جام ملت‌ها صعود کرد افغانستان شاید این لذت امروز نداشته باشه، هرچند اون سال هم اولین بار بود، خیلی جذاب بود، همه که سهمیه جام جهانی داشت. امسال سهمیه جام جهانی رو نداره، ولی خب باز هم صعود کردن در جام ملت‌ها برای افغانستان افتخار هست. ان شاءالله که بتونه در این دورم یک نتیجه خیلی خوب بگیره. من میگم بیشتر با نام استاد محسن صدایت بکنم که کلگی با همین نام بیشتر خود داشناسی با همین نام خود تماشا هستی، خصوصا شاگردایی که در تمرینات دنبال میکنن. روزانه چند ساعت تمرین میتین؟ بعضی روزا خواب دارین؟ ما یکم چون خودم زیاد فکر میکنم یکم خوابم دیرتر هست بازی‌ها را چیز داریم. الان که در لیگ برتر کابل مصروف هستیم، یک تیم از شاگردان خواهد یک مدت آکادمی مدت 10 سال میشه در اون ورزش افغانستان. همونجا بچهای جوان هست که کل تیم ما از بچهای 16 سال تا 18 سال 19 سال هست. خیلی نتایج خوبی هم گرفته فعلا. امروز هم بازی دارم. خودم هم در دلاورزاده به عنوان مربی بازیکن هستم. فعلا شواهدی که مصروف دیدن بازی ها، نقاط ضعف قوت، آنالیز تیم خواب که فکر کنم یک کمک تایم خواب خرابتر است، ولی خواب یک 700 خواب میکنه. واقعا 700 میخوابه. یکم تایمش خرابه. باور نمیکنم. تایمش خرابتر هست. شما اکثرا زمان تمرین رو ببینین 4:30 صبح تایم تمرین دارن تا ساعت 1:30 شب. شما از 1:30 شب حساب کن تا 4:30 چند ساعت میشه؟ 3 ساعت میشه دیگه تقریبا. یکم تایم خواب ما خراب هست. و خاطر اینکه پرسیدم که شدیداً خواب خیلی تاثیرگذار روی بازی. 100%. خب ما یک مقدار دورانی که خود ما بازیکن بودیم خب خیلی اهمیت داشت تایم خواب. الان به عنوان مربی یکم زیاد سخت نمیگیریم سر خود. زانوی چطور شده فعلا؟ زانوهای ما که هست فعلا هم تو وضعیت خراب داره دیگه. حالا ببینیم ان شاء الله در آینده اگه تا نیستیم عملیات کنیم که در آینده ان شاء الله خدا کمک بکنه که این اتفاق بیفته. فشار که نمیاری روش؟
کم دیگه بازم نمیشه دیگه، یه عشق علاقه است، نمیشه یک کم دیگه نمیمونه. خب جدا از همه موارد، جام ملت‌های امسال به حضور کشورهایی برگزار میشه که در رنکینگ جهان هم نامدار هستن، به خصوص 8 تیم اول اگر حساب بکنیم. تیم‌های هستن قطر هستن، در سطح جهان هم حرف به گفتن داره، از جمله ایران، حالا افغانستان مشمول همین تیم هاست. تازه 5 بله صعود کردیم، شدیم 28م جهان. ان شاءالله که با این نتایجی که در EFC هم رقم میخوره، قطعا نتایج ویتنام و کویت هم تاثیرگذار است روی رنکینگ ما، بعد از ان شاءالله تاثیرگذار باشه در بازیایی که پیش رو داریم. اما بررسی خودت چی هست از وضعیت تیم ملی، از نه تنها از افغانستان، از تیم‌های دیگر؟ خب جام ملت‌های آسیا دیگه، خب جامیه که کل تیم‌های مدعی، کسایی که برای جام جهانی می‌جنگن در اونجا اشتراک دارن یا صعود کردن. ما خب بازم همون طبق گفته شما هم 8 تیم برتری که در آسیا هستن همیشه حرف در گفتن داشتن، که از جمله ما میتونیم افغانستان نوظهور رو بگیم که واقعا با همین مدیریت و توانایی مربیای ما تونستن، مدیریت و مربیشان دو بخش اینا تونستن تیم در این مرحله برسانن که دیگه باعث افتخار همه افغانستان و مردم افغانستان شده. در کل طبق معمول دیگه همون ایران، ژاپن، ویتنام، تایلند، اینا تیمایی هستن که مدعی هستن. کنار از اون همچنان ما هم افغانستان رو میتونیم بمانیم. پله‌های بعدی هم تیمایی مثل لبنان و تیمای اندونزی، اینا رو میشه تیمای مدعی گفت در جام ملت‌ها. یک چیزی که جالب است، امروز بازیایی که برگزار میشه ما برابر چندین تیم از اینا بازی کردیم. مثلا بازیایی که امروز برگزار میشه اندونزیا و کره جنوبی، ما فقط با کره و اندونزیا فعلا بازی نکردیم. اما برابر تایلند آخرین بازیای ما بود، گرچه بازی تمرینی محسوب میشد ولی بازی‌ها دیگه فرق نمیکنه، تمرینی می‌آورد. خب تاکتیک پذیرفته میشه، تاکتیک مربی همه چیز دیده میشه چگونه است، در چی توانمندی قرار داره تیم ها. از نظر نتایجی که رقم خورده برابر ویتنام، کویت، تایلند، فعلا در مورد افغانستان چه حسی دارین؟ چه فکر میکنین که چقدر پیشرفت کرده و چه اندازه آماده شده برای جام ملت‌ها، بخصوصی که مهدی نوروزی که خلای تاکتیکی بزرگ بر ما ایجاد میکنه که ان شاءالله خلا پر شود؟ بله، در کل همین بخش مدیریتی با بخش فنی تیم، انتخاب تیمایی که برای بازی دوستانه انتخاب کردن خیلی دقیق بوده. تیمای تایلند، تیمای کویت، اینا تیمایی که تاکتیکی هست، تیمایی هست که با تیمای همگروهی ما هم سبک هستن، خیلی میتونه کمک کنه در تیم که در همین مرحله گروهی جام ملت‌ها ان شاءالله بتونه در تیم کمک کنه برای پوشش همون نقاط ضعف و قوت. این از این طرف ما تایید میکنم این بازی‌ها رو، چون که انتخاب خیلی خوبی بوده. در رابطه با خود افغانستان ما میتونم بگم که افغانستان خب با هم هر سه تیمی که بازی کرد، برای هر سه تیم بازی‌ها گلا پیش بود. حالا یک بازی مساوی شد، یک بازی رو حالا باخت، یک بازی رو برد، کلا یک نتایج خیلی نزدیکی داشت که ما نشان از همین قدرت افغانستان هست که ان شاءالله بر جام ملت‌ها هیچ تیمی فکر نمی‌کنم دیگه دست کم بتونه بگیره افغانستان. برنامه‌ریزی این چنینی قطعاً باید تاثیر خود بگیره دیگه. بله بازیایی که انجام شده صد به خاطر همیه که نقاط ضعف و قوت خود بشناسن و عملکرد بهتر در جام ملت‌ها داشته باشن که 100% همین تو هست. من حتی با آقای مرتضی از نزدیک دیدم و پشت صحنه هم همه موارد گروه افغانستان که معرفی کرد خودش هم بهتر از ما میدونن، چون یک مربی با کلاس هست. ولی بازی با عربستان هم خیلی تاکید داریم که به عنوان یک فاینال جام ملت‌ها باید از همین حالا حسابش بکنیم، چون عربستان کشور شده که خیلی تاثیرگذار بوده با توجه به بازی‌های اخیری که انجام داده با اندونزیا و بازی‌هایی که کرد در آیسی، نشان داد که تیم قدری است واقعا برای ما. خب در آسیا ما اگر بخوایم تغییرات را بگیم کدام کشور کدام تغییراتی آمده، تنها دلیلش آوردن مربیای با سبک هست که میتونیم خود افغانستان هم مثال بزنیم، همچنان میتونیم تیم همه عربستان که مربی الان نامش دقیق یادم نمیاد، مربی عربستان مربی هست که قهرمانی جام باشگاه جهان داره، قهرمانی جام باشگاه اروپا رو داره، قهرمانی اسپانیا رو داره. ما فکر می‌کنیم با این کارنامه، با این پلازا، بله آقای پلازا، با اون سبکی که داره در سطح بالا باز کرده، خب 100% عربستان از 2 سال پیشی که آقای مربی اومده خیلی تغییرات کرد. عربستان هم واقعا یک قدرت نوظهور هست با این مربی جدید. همچنین تیمای ویتنام،
اینا مربی آرژانتینی آورد 2 سال 3 سال میشه که واقعا ویتنام متحول کرد. تایلند هم که سرمربی مالزیا رو تازه کرده بود. تایلند هم مربی اسپانیایی را داشت دیگه، آقای رودریگو. ولی تغییرات آورد که سرمربی جدیدی را در تیمش اضافه کرد. سرمربی فعلیشون هم که آمده آقای راکفول. بله. راکفول که تازه اضافه شده و تیمش هم بسیار تیم خوبی شده. اما با توجه به بازی‌های آخری که انجام دادیم، امروز قرار است 4 بازی رو شاهد باشیم، تایلند و لبنان که از نظر نشراتی بازی اول حساب میشه. دو تیم را اگر بررسی بکنیم کدام یکی را فکر میکنین که تیم قدرتمند باشه در بازی امروز بین تایلند و لبنان؟ ارزمان که پیداست گرچی خب مشخص است از گذشته بازیکن، از همون نتایجی که تایلند گرفتن. تایلند دوم آسیا هستن، خیلی 2 نایب قهرمانی و چندین 2 نایب قهرمانی و چندین دوره در دوره‌های متوالی چی شده بودن، سوم و چهارم از تیم‌های قدرتمند هست. از روی کاغذ ما فکر می‌کنیم تایلند تیم برتر باشه، ولی خب باز هم لبنان هم بازی دوستانه که افغانستان قدش فکر کنم یک بازی برد یک بازی مساوی شد، اگه نتایج دقیق یادم نمونده فکر کنم یک مساوی داشتیم یک برد داشتیم. در دوره قبلی سال پیش هم بازی کرده بودن، 2 برد فکر کنم یک مساوی داشتن. ما فکر می‌کنم که لبنان هم نمیشه دست کم گرفت. حالا لبنان هم یک مقدار درگیر جنگ‌های داخلی شده بود، اون باعث شد که یکم پس بیفته، ولی هم میتونست که چیزای تیم‌های مدعی باشن که الان هم ما نمیتونیم دست کم بگیریم تیم لبنان. همه چیزا آماده شده و او سمت قضیه هم عراق یک لیگ خوبی داره، اما در برابر قرقیزستان بازی میکنه که پیشتر آقای دانش اشاره کردن که زیاد تاثیرگذاری خود سرمایه‌گذاری خود آوردن روی فوتبال و از فوتسال کمی دست کشیدن. گرچه میزبانی کافا رو داشتن، ردای سینی رو بازی کردن. ما در خانه قرقیزستان بود که نایب قهرمان کافا شدیم با شما. بله. قرقیزستان فکر میکنم که یک مربی مسلکی صاحب سبک نیاز داره. اگر نه قرقیزستان تیم خیلی خوبی بوده، چندین دوره در همه جام ملت‌های آسیا بوده، تیم خیلی خوبیه، ولی خب بازم در این سالهای اخیر نتونسته واقعا چیزی که بوده. یکی نسلشون هم تغییر کرد. اون نسلی که در 2015 اینا ما مقابل قرقیزستان بازی می‌کردیم خیلی تغییرات اومده، بازیکن‌های خیلی جوان اومده در تیم قرقیزستان. از همین خاطر فکر می‌کنم که یک چند سال زمان میبره که در اون مرحله چی برسه، مدعی قهرمانی. درست. با توجه به رنکینگی که قبلا اعلام شده بود و ما در برنامه دیشب هم در جام ملت‌ها پیش برنامه‌اش اعلام کردیم، ایران تیم 5 جهان حساب میشه، تیم تایلند تیم 11، ژاپن تیم 13، ویتنام 20، ازبکستان 22، اندونزیا تیم 24 جهان، افغانستان تیم 28، عراق هم 37م. 2 4 6 8 تیمی که ما گفتم همین 8 تیم میتونیم حساب بکنیم. کویت 40 جهان هست که بازی کردیم، برابرش قرقیز 43 جهان، عربستان سعودی که تازه جان گرفته 45 جهان، تاجیکستان 47م، استرالیا 51م، لبنان 54، کره 57 و مالزیا 70 جهان. مالزیا واقعا حقش است که 70 جهان باشه؟ مالزیا تیم خوبیه، ولی خب که همین کشور سمشب بالا استاد دانشم خبر داره مشکل فیزیکی دارن. او به نظر من ضربه اصلی که میخونن از همون فیزیک پایینتر یا قد کوتاه‌تری که هست، اگه نمیتونن گپای برای زیادی برای گفتن داشته باشه. راستی یک مورد فراموش شده از اول بحث بکنم، این که اندونزیا میزبانی امسال که گرفته یک لیگ بسیار فوق العاده داره در سطح آسیا، لیگ اول و دوم میتونیم حسابش بکنیم تقریبا. بله خب بازیکن خیلی مثل انجام ریکاردینی و اینا بازیکنایی که اونجا دارن بازی میکنن. ما فرزاد محمودی تازه در فصل برای بازی فرزاد هم که آمد ما باهاش صحبت میکنیم، فرزاد میگه واقعا یک مربیای صاحب سبک، مربیای بدنسازی خیلی حرفه‌ای. میگفت ما واقعا اصلا خیلی کم دیده بودیم همچین مربی‌ها. دیگه ما فکر میکنیم که وجود همه مربی‌ها و مربیای بدنساز لیگشون خیلی سطحشون بالا میبرن. همچنین وجود بازیکن‌های ستاره از جمله فرزاد، بازیکن‌های ریکاردینیو، کسایی که سالها قهرمانی داشتن. پس میزبانی امسال کمی جذاب خواهد بود در اندونزیا. بله، صدر خود اندونزیا میتونه یک تیمای مدعی باشه. اندونزیا امروز قریش تقریبا خوب آسان خورده با کره جنوبی بازی اولش. بله کره جنوبی یکم فوتسالش تفاوتاش زیاد هست. حالا شاید مردم شور و شوق نداشته باشه در فوتسال، ولی خب تیمی بوده که همیشه بوده در مسابقات همه شرق آسیا، ولی خب در کل مدعی نمیشه گفت. کره جنوبی قره خوبی خورده و بازی اولشون ما فکر می‌کنم خیلی خوب باشه برش. امروز چون فردا ما بازی داریم، امروز جلسه مدیرا و منیجران برگزار شد در جاکارتا
که نصیر صداقت و آقای خانی با عنوان عضو کادر فنی حضور پیدا کردن که در این بخش باید بگیم که بیشتر آشنایی با موضوعات قوانین مسابقات هست، رونمایی از رنگ لباس تیم هست و ما فقط 2 لباس هم برای دروازه‌بانان مشخص کردیم که یکی زرد است و یکی هم سبز که قبلا مشخص شده بود. انشالله که بر ما خوب و قدرتمندانه تماشا. یک چیز را فراموش نکنیم که امروز گرچه قرار است که کنفرانس خبری برگزار شد، کنفرانس خبری که برگزار خواهد شد تلاش میکنیم داشته باشیم، اما یک موضوع است. خیلی از بینندگان ما و خیلی از عزیزان در صفحات اجتماعی نوشته بودن که مسابقات از آریانا که پخش میشه همزمان از لینک یوتیوب AFC را گذاشته بودن. قطعا لینک AFC نشر میکنه مسابقات به هیچ عنوان چه میگن دید دوم نداشته باشن، اما یک موضوع است. در جغرافیای افغانستان حق نشر نداره. AFC صفحهش در جغرافیای افغانستان بلاک میشه، تصویرش بلاک میشه. یک حتی با VPN هم شما نمیتونین که بازش بکنین. بیرون از افغانستان شاید این اتفاق بیفته و شما میتونین. بجز از آریانا هیچ کسی هم این رویداد را پخش و نشر نخواهد کرد در جغرافیای افغانستان که این بازی‌ها رو ان شاءالله پیشکشتون بکنیم. حالا آقای رضایی، بازی ویتنام و کویت جالب توجه خواهد بود برای ما که ما برابر هر دویش بازی کردیم و کویت هم قبل از رقابت‌ها برابر اندونزیا بازی کرده بود. خب ویتنام ما گفتم مربی صاحب سبک تغییرات خیلی بزرگ در تیم میاره. هر دو تیم مربی خیلی خوب دارن، به خاطر همین یکی از جذاب‌ترین بازی‌ها هستن و میتونه خیلی درس برای کسایی که دنبال رشد فوتسال هستن باشه. ما خودم مشتاق همین بازی هستم که ببینم ان شاء الله اگر خودم فرصت داشته باشه. فرصت داشته باشه ببینم که بتونم. ما را فرصت‌های خودم که در تشویش می‌سازم. سلامت باشه. دیگه بازی خیلی خوبی هست. ما توصیه ما هست که اگه کسایی که میتونن ببینن یعنی جذاب‌ترین بازی امروز میتونه ویتنام و کویت باشه. آریانا اگه بتونن ببینن بسیار خوب میشه، بازی بسیار جذاب است. ان شاء الله. در بین همه بازی‌ها فردا ما که بازی داریم، فردا قرار است بازی اول افغانستان عزیز داشته باشه. افغانستان عربستان سعودی ساعت 10:30 دیدار میکنه. بس از فردا ما ساعت 10 با شما خواهد بودیم. امروز چون روز افتتاحیه بود از ساعت 9:30 بودیم با شما. بازی دوم هم ژاپن استرالیا، ایران و مالزیا و ازبکستان تاجیکستان. 3 بازی جذاب بر فردا ست شده. افغانستان و عربستان، البته از نظر من شاید درست هم نباشه، و ایران و مالزیا، ازبکستان و تاجیکستان دو همسایه. حالا بازی‌های خیلی جذابه. بله خب مهمترش افغانستان و عربستان. چقدر منتظر بازی هستی؟ خب ما برای خودم به عنوان مربی نگاه میکنم، فقط میخوام ببینم که چی تاکتیکای مد نظر گرفته میشه، هم عربستان هم افغانستان. از اون دید در نظر تماشاگر فقط میگم افغانستان ببره. این که اتفاق جالب است. بله. آقای رضایی، یک فرصت ایجاد شده که ما در آریانا توجه جدی کردیم به اینکه رویدادهای مختلف ورزشی رو پیشکش بکنیم. هم رویدادهای داخلی رو نشر کنیم، هم رویدادهای بیرونی رو. فکر میکنی که چقدر کمک میکنه بر رشد فوتسال در افغانستان؟ هم جام جهانی فوتسال 2021 24، حالا هم جام ملت‌های امسال. خب 100% ما اینجا میتونم اینجا تشکری کنیم از تلویزیون آریانا، از خودتان، از دستانکاران، کسایی که پشت صحنه هستن تشکر کنیم. واقعا اگر فوتسال یک مقدار در خانه‌های مردم رو از طریق تلویزیون آریانا بوده، چه بازی‌های داخلی که پخش شد، لیگ سرتاسری، لیگ کابل، همه از اونها باعث شده که شروع شود در خانه‌های مردم بره، باعث شده که فوتسال علاقمند زیادتر پیدا کنه، باعث شده که فوتسال دوست زیادتر شود. ما فکر می‌کنیم که تاثیر برنامه‌های آریانا است، همچنین زمان شما و همکارانتون. ما از همینجا جا داره که تشکری خیلی خاص کنم از همتون. ان شاء الله قطعا فشار میگذاره روی کار مربیان، روی بازیکنان. 100% چون کارش دیده میشه. خب تلویزیون که یک بخش خیلی بالاتر هست. ما در تورنمنت‌های خیلی عادی که در کابل برگزار میشه ما کوشش کردیم که لایو بیاریم. چرا؟ به خاطر اهداف مدعی بخش اونان مسئولین برگزاری بود که بازیکن بازی خود ببینه، اشتباهات خود ببینه، خوبیای خود ببینه، یاد بگیره، تجربه کنه. تیم حریف همچنین بازیکن‌های تیم حریف، همچنین مربی‌ها بتونن ببینن که در کجا اشتباه کردن، چه تصمیمات اشتباهی گرفتن، چه کارهای خوبی انجام دادن، آنالیز تیم حریف
و همچنین کسایی که نمیتونن در داخل جام نظام باشن از بیرون بتونن اون حال فوتسال رو ببینن. کلا فکر کنم یک بخش خیلی خرد یک تورنمنت خیلی خود انقدر تاثیرات داشته در سطح بزرگتر که مثل تلویزیون حالیارو که جهانی هستن، خب 100% میتونه خیلی مفید باشن. ولی یک مورد فراموش نکنید واقعا شور و هیجان فوتسال زیاد شده در کابل. 100% خب نتایج در جمنازیوم جای نمیمونه. بله نتایج صعود افغانستان در جام ملت‌های، صعود افغانستان در جام جهانی، قهرمانی 17 سال، اینا همه باعث میشه که خب هر کس ببینه شوق شه که همین اگر بچه‌ش اگر برادرش اگر بتونه در این مسیر ورزش روان کنه و بتونه افتخار بیاره و خانواده خود سربلند کنه. برای رده الف آسیا یا ای آسیا اقدام کردین که درساش بخیر؟ هنوز برگزار نشده. هنوز برگزار نشده. بعد از وفات آقای میمن خداوند رحمتشون کنه، فعلا فکر کنم برنامه تدریسی کم چی شده، مختل شده و تا ای که اطلاع ثانویشون معلوم نیست، چون گپ ای بود که لول 3 آسیا برگزار میشه دیگه. ان شاء الله. خب از همینجا به روح بلند آقای میوند هم یک درود میفرستیم، خداوند رحمتشون کنه، ان شاء الله صبر جمیل به خانوادهشون بخیر. جزو کسانی بود که لیگ قهرمانان با ما بودن در لیگ برتر فوتسال و همه جزئیات، همه فعلا از نیکیشون یاد میکنه. ان شاء الله که روزهای پیش رو روزهای خوبی هم باشه که جایگاهشان گرچه خالی است در خانواده و مرکز فوتبال افغانستان، ولی جایشان در فرد عادلتر و خوبتری بگیره. خیلی تشکر آقای رضایی و وقت داریم. فکر کنم که وقتمون رو به اتمام است، اگر تصویرمون برسه خوب میشه، ولی رو به اتمام وقتمون. ولی ما میخوایم یک 8 بازی اول را به نوبت یاد میکنم. آقای رضایی بگن کدام بازی را فکر میکنم کدام تیم برنده میشه. درست است؟ تایلند، لبنان. خب بازم گفت فوتسال غیر قابل پیش بینیه، ولی خب تایلند. عراق، قرقیز. عراق بازیکن زیاد مون در عراق بازی میکنن در لیگ. حالا گرچه قرارداد نداره کمتر شده ولی خب عراق خیلی تیم خوبی، سرمایه گذاری میکنن زیاد. عراق مربی خیلی خوبی هم گرفته، مربی برزیلی گرفته خیلی. ویتنام، کویت. ویتنام، کویت. این سخته، ولی خب فکر میکنم ویتنام شانس بیشتر داشته باشه. باز اینجا تقریبا ما حریفتان هستم. کویت ولی بازم شاید ویتنام چون تیم قدری هست. بله مربی خیلی فکر کنم مربی داخل میدان فکر مربی بازم کاملا به خاطر مخ مربی باید نتیجه بده در جریان بازی. اندونزیا، کره. اندونزیا پیش از اینکه بگیم من تکزار میفهمید. افغانستان، سعودی. جدا از موضوع طرفداری، این که ما قصد داریم باید ببره افغانستان، این آرزوی ماست، ولی باز هم عربستان، افغانستان خب بازی خیلی سختی هست، ولی خب چه احساسی بگیم چه عقلی بگیم ما افغانستان انتخاب میکنیم. چرا؟ چون ما یک جام جهانی هم باز کنیم تجربه پیدا کنیم. بله، هرچند که مهدی نوروزی نیست، ان شاء الله دعا میکنیم هر چیز زودتر خوبتر شون. ان شاء الله دیروز زیر تیغ عملیات رفتن، ان شاء الله که خوب برگردن. ژاپن، استرالیا. ژاپن. استرالیا زیاد پیشرفت نکرده. استرالیا هم خیلی خوب شده، ولی خب ژاپن هم فکر میکنم که کم افت کرده. و ایران، مالزیا. ایران 100%. ازبکستان، تاجیکستان. ازبکستان. شما ببینید تمام 8 تیم یک ردیف انتخاب شده. حیفش فهمیده نمیشه. از ردیف چپ استفاده کنیم تا حال تمامشون فقط یک ردیف، سمتی که میزبان بر روی ورق است کارش همون تیم برنده است. تایلند، عراق، ویتنام، اندونزیا، افغانستان، ژاپن، ایران، ازبکستان. از نظر آقای رضایی انشالله که اتفاق خوب باشه. خیلی تشکر آقای رضایی که فرصت گذاشتین در برنامه با ما بودین و انشالله که اتفاقات دیگه هم باشه که شما رو داشته باشیم. سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودیم. آرزوی موفقیت بر شما و تمام همکاران. خیلی زیاد سلامت. خیلی تشکر. حالا دو دل شدم همکارا. وقفه بگیرم یا ویدیو ببینیم؟ وقفه. درست است. های تو کم میگه که تصمیم تا جدی بگیر. تشکر. میریم به سمت یک وقفه، دوباره برمیگردیم همچنان همراهیتون میکنیم.